سلام و درود خدمت همه عزیزان. با درس دوم از دوره آلمانی صفری در خدمت شما هستیم. با همدیگه یک مروری میکنیم به درس اول ما که ما چه چیزهایی خواندیم. اگر بیاد داشته باشین در درس اول ما معرفی خود و احوال پرسی رو خواندیم. جملاتی مثل گوتن مورگن و گوتن تاگ، گوتن آبن، چوز، آف ویدزین، هالو و گوتن نخت. و همچنین معرفی خود رو هم ما آموختیم که چگونه ما میتونیم خودمون رو معرفی کنیم. جملاتی مثل اشخایزه و ماینامه و همچنین که وقتی که خواسته باشیم سن و سالمون رو بگیم از این فرمول اشبین و جای خالی یک آلت که در جای خالی شما سن خودتون رو بگید، شما چند سال هستید. من این بالا لینک درس اول آلمان صفر رو میگذارم، کسانی که نخواندن برن حتما اون ویدیو رو ببینن و بعد از اینجا شروع کنن. چون کامنت هایی با ما دادین که حروف الفبا رو هم یک مروری کنیم، فقط صرفا ما حروف الفبای زبان آلمانی رو یک مرور کلی میکنیم و بعد از اون میریم سراغ ضمایر شخصی و فعل زاین در آلمانی. ببینیم حروف الفبای زبان آلمانی دارای 26 حرف است. مثل انگلیسی هم میفهمیم که 26 حرف داره و این حروف مشترکه، ولی تلفظ الفبای زبان آلمانی متفاوته با زبان انگلیسی در بسیاری از کلمات، ولی شکل نوشتاریشون تقریبا یکسان هست. و 4 تا حرف ویژه دارن که 3 تا از اینها املاوت هست که اینجا شما میبینید که الان ما میخوانیم این داره و یک حرف مخصوص هم دارن. در مجموع 26 حرف بر علاوه 4 حرف ویژه، اینها میشه حروف الفبای زبان آلمانی. یک مرور کلی میکنیم. حرف اول آ مثل آوتو به معنی موتور یا ماشین. ب بوخ یعنی کتاب. ت کامپیوتر به معنی کامپیوتر. د دویچلند آلمان. تلفظ این رو دقت کنین، این ای نمیگیم. خیلی وقتا مثل اینو که بعضی ای میگن، این نیست. مثل اسن یعنی غذا خوردن. ف مثل فیش ماهی. گ مثل گارتن به معنی باغ. ها اچ نیست، ها هست. اچ انگلیسی رو به آلمانی ها میگن. ها مثل هاوس خانه. ای یک کشیده هست مثل اینزیل به معنی جزیره. یوت به معنای یوت مثل یا به معنای سال. آخر رو شما در یا تلفظ نمی کنید بلکه کشیده می خوانیم. یا به معنای سال. کا مثل کافی به معنای قهوه. ال مثل لامپ چراغ. ام مثل موتا به معنای مادر. ان مثل نامه به معنای نام. او مثل اوبست به معنای میوه. پ مثل پاپیا به معنای کاغذ. کیو نیست، کو هست. کو به من مثل کوئله به معنای منبع. ار با لرزش بگیم. ار مثل غوت به معنای سرخ. آر نیست، ار. مثل زونه به معنای آفتاب. ت مثل تیش به معنای میز. او مثل اوع به معنای ساعت. او میگیم، او نمیگیم او. مثل این که ما بر فارسی هم برای فرد که غایب باشه از ضمیر او استفاده میکنیم. تلفظ این هم مثل همونه. او به معنای اوع به معنای ساعت. فاو مثل فوگل به معنای پرنده. وی نیست، دبلیو انگلیسی رو در آلمانی و میگن. و مثل واسا به معنای آب. ایکس مثل تاکسی. ایپسیلون مثل یوگا به معنای ورزش یوگا. زد ببینیم زد نیست. در انگلیسی اینو ما زد می نویسیم و زد می خوانیم، ولی در آلمانی زد انگلیسی نوشته میشه ولی زد خوانده نمیشه.
ت ساکن هست، بعد بلافاصله در واقع بعد از ت شما میاری ت ساکن اولش میاد و بسیار هم سریع تلفظ میشه. مثل زایت به معنای زمان. اینا 3 تا حرف به نام اوملاوت یاد میشن، مثل ا اوملاوت، او اوملاوت، یو اوملاوت. ا مثل مدشن به معنای دختر، او 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 مثل شون به معنای زیبا، یو مثل مونشن، شهر مونشن یا مونیخ. یه حرف دیگه هم هست که به این شکل نوشته میشه، این به نام اتست میگن. اتست مثل شتغاسه، خیابان. اگر در نوشتار جای اتست شما در 2 تا اس هم بگذاریم به کار همین انجام میده، ولی وقتی ما 2 تا اس میذاریم 2 تا اس تلفظ میشه. بعضی از کلمات اتومات در واقع یا دبل اس دارن یا دبل اس که در بعضی کلمات میبینیم اون اس تشدید میخوره، 2 بار تلفظ میشه. اما استت 1 بار تلفظ میشه. اشتغاسه نمیگیم اشتغاسه، میگیم اشتغاسه، خیابان. اینها حروف الفبای زبان آلمانی بود که با هم مروری کردیم. شما هم میزان سعی کنیم که این حروف رو شما مرور کنیم و بریم سراغ درس جدیدمون. خب ما در زبان آلمانی ضمایری داریم که این ضمایر به نام ضمایر شخصی هستن. اینجا من می‌نویسم، با هم دیگه ضمایر شخصی رو می‌خوایم الان بخوانیم. ضمایر شخصی مثل چی ها که با آلمانی اینها رو میگن personal pronomen. personal pronomen یا ضمایر شخصی. اصلا ضمیر چه هست؟ تعریفی که از ضمیر میگن این هست: ضمیر کلمه ای هست که جانشین اسم میشه. اینجا می نویسن ضمیر چیه؟ ضمیر چیست؟ خب ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم می شود و از تکرار آن در جمله جلوگیری می کند. تکرار آن در جمله جلوگیری می کند. ما به این میگیم ضمیر. در فارسی هم همینه دیگه. مثلا میگیم که احمد آمد. حالا بخوایم که نام احمد ما تکرار نکنیم، از ضمیر احمد که او است استفاده میکنیم. احمد آمد، او در ساعت 7 آمد. میتونیم بگیم که احمد آمد، احمد در ساعت 7 آمد. چون جلوگیری کنیم از تکرار اسم احمد، از ضمیر احمد استفاده میکنیم که او هست. در زبان آلمانی هم ضمایر همچین کار رو میکنن که در واقع میان از تکرار اسم جلوگیری میکنن به خاطر زیبایی جمله. چون اگر قرار باشه که ما دائما تکرار کنیم بگیم که مثلا احمد آمد، احمد ساعت 7 آمد، احمد رفت، احمد این تکرار میشه. خب به جایی که ما اینقدر احمد نگیم از ضمیرش استفاده میکنیم. یک بار میگیم که مثلا احمد آمد، دیگه از ضمیر استفاده میکنیم بگیم او ساعت 7 آمد. 7 فارسی بنویسم آمد. خب اینجا میدید جمله خیلی زیباتر شد، فرق کرد. پس او ضمیر احمد است. حالا همین ضمایر در زبان آلمانی هم به نام پرسونال پرونومن یاد میشن که ما میخوانیم که اینها چه ها هستن. دقت کنیم. یکی از ضمایر ضمیری است به نام ایش. ایش یعنی چی؟ ایش یعنی من. ضمیر اول شخص مفرده. ضمیر اول شخص یعنی کسی که صحبت میکنه به معنای من. ضمیر دیگری داریم که ضمیر مخاطب ما هست، اون رو میگن دو. دو یعنی چی؟ دو به معنای تو. ضمیر غایب ما هم در زبان آلمانی هیا، زی و اس هست. اینا به معنای
او. دقت کنین هی اگر مذکر باشه هی استفاده میشه، اگر مؤنث باشه زی استفاده میشه، اگر بیجان باشه اس استفاده میشه که هر سه اینها به معنای او هست. خب ضمیر بعدی ما وی هست. وی به معنای بله ما. ضمیر بعدی هی. هی به معنای، بذارید من این هی را با حروف خرد بنویسم که اگه قبول بکنه. خب الان نمیکنه. خب هی به معنای شما. شما. خب این ضمیر دیگه هم ما داریم. البته اینجا یک باریکی داره که الان براتون عرض میکنم. خب دقت کنیم. هی یعنی شما. چرا شما ما گفتیم؟ اصلا به خاطر اینکه با زی اشتباه نشه بهتره که ما شما را توها بگیم. در ادامه توضیح بیشتر میدم این قضیه را. یکی دیگه داریم به معنای زی. زی چی هست؟ زی به معنای آنان. اگر زی با حرف کوچک نوشته باشه به معنای آنان. من اینجا نقطه زدم به خاطر از اینکه کیبوردم قبول کنه این با حرف بزرگ ننویسه. این نقطه معنا نداره اینجا، فقط به خاطر از اینکه با حرف بزرگ ننویسه من یک نقطه زدم. این اشتباه نگیریم. بعد برای تنظیمات کامپیوترم عوض کنم که زمان نمیبره. به مو خاطر خلاصه کرده میره. خب یک زی دیگه هم داریم که با اس بزرگ نوشته میشه که این به معنای شما هست. شمای چی؟ شمای مؤدبانه. یعنی شما یه مؤدبانه میشه زی. اینها مجموعاً ضمایر شخصی هستن. ایش به معنای من، دو به معنای تو، هی زی اس به معنای او، وی ما، هی توها، زی آنان، زی به معنای آنان و زی دیگه به معنای شما. اینها رو تکرار کنیم که خیلی مهمه این ضمایر. اصلا شما وقتی که زبان میخوانیم اصلا این ضمایر شروع میشه. اگر بریم انگلیسی هم بخوانیم حتما بعد از تعریف‌های اولیه از ضمایر شروع میشه، چون بسیار بعد جمله سازی اینها مهم هستن. خب الان ما اینها رو بیشتر کار میکنیم. میریم سراغ ادامه درسمون. الان میخوایم با هم دیگه یک فعلی رو بیایم صرف کنیم. یک فعل داریم، اگر بیاد داشته باشیم کسانی که انگلیسی خوانده، در زبان انگلیسی ما افعال to be داشتیم. to be verbs. افعال to be. در زبان آلمانی ما افعال to be انگلیسی که ام و ایز و آر بوده نداریم، بلکه در زبان آلمانی ما فعلی داریم به نام زاین. زاین به معنای چه است؟ فعل زاین به معنای بودن. این همون فعل to be ما هست و یک فعل بی قاعده هم هست، فعل با قاعده نیست، چون صرف فعل زاین قاعده خاصی نداره. باید برای هر یک از این ضمایر ما رو حفظ کنیم. خب فعل زاین برای ضمایر فرق میکنه. من جایی می نویسم، اگه بخوایم صرفش رو می نویسم اینجا بین. اگر بخوایم صرف کنیم میشه بین. الان هر کدوم چه هست و کجا استفاده میشه الان ما هم میخوانیم. بین ایست، بین بیست، ایست. یک لحظه اجازه بدیم. بیست، زیند، زاید. خب اینها میشه ضمایر صرف فعل زاین برای ضمایر که هر کدوم برای یکی از این ضمایرها استفاده میشن. الان ما میخوانیم که برای هر ضمیر کدام یک از اینها. برای ضمیر ایش
فعل بین استفاده میشه. ایش بین به معنای من هستم. برای دو چه استفاده میشه؟ دو بیست. بله، دو بیست به معنای تو هستی. خب برای زی، برای هیه، زی و اس فعل ایست استفاده میشه به معنای او است. برای هیه، برای وی البته، ویا که به معنای ما هست فعل زیند استفاده میشه. اینجا ما زیند آورده بودیم دیگه، یعنی برای صرف فعل زاین زیندم هست. بین، بیس، ایس، زیند، زایت که برای ویا از زیند استفاده میکنیم. ویا زیند، ما هستیم. ما هستیم. خب یا چه میشدیم؟ او است. خب الان میام اینجا برای هیه چه استفاده میشه؟ برای هیه یعنی توها، هیه زاید استفاده میشه. یعنی توها کسانی که چند نفرم مخاطب ما هست و جمعن. ما اگر بخوایم که غیر مؤدبانه بگیم هیه میگیم، اما اگر بخوایم که مؤدبانه بگیم زی استفاده میکنیم. هیه زاید، یه زاید توها هستید. برای زی، زی که به معنای آنها هست، البته زی که به معنای آنها هست، من اینجا بنویسم زی که به معنای آنها هست، از حرف زیند استفاده میشه، از فعل توبی، از فعل زیند. زی زیند، آنها یا آنان هستند. و برای زی محترمانه هم باز هم زیند استفاده میکنیم ما به معنای شما. میتونه که یک نفر باشه، میتونه که جمع باشه. شما هستید. پس ایشو صرف فعل زاین با ضمایر شخصی. ایش بین، من هستم. دو بیست، تو هستی. هی زی است، او هست. وی زیند، ما هستیم. هی زاید، تو هستید. زی زند، آنان هستن. زی زند، شما هستید. این نقطه هیچ معنا نداره، گفتم بازم به خاطر از اینکه اس خوب نوشته بشه در کیبورد کامپیوترم من این نقطه رو میذارم. زی زند، آنان هستن. اینها رو تکرار کنیم و یاد بگیریم. حالا ما با هم دیگه تمرین کار میکنیم و درس امروز رو هم با هم میبندیم. ما حالا فهمیدیم که چگونه اینها صرف میشن. دقت بکنیم. میخوایم بگیم که من هستم. من هستم. چی میشد؟ بله، ایش بین، من هستم. حالا میخوام بگیم که من احمد هستم. من هستم احمد. من احمد هستم. ایش بین، در اینجا ما چی می نویسیم؟ و کافیه که احمد بنویسیم. ایش بین احمد، من هستم. میخوایم بگیم که تو سارا هستی. بفرم تو سارا هستی. چی میگیم؟ بله، دو کدام فعل استفاده میشد؟ دو بیست، سارا. تو سارا هستی. خب اگر بگیم که ما احمد و سارا هستیم چی میشه؟ ما احمد و سارا هستیم میشه wir sind، ما هستیم. احمد اون به معنای و. سارا، اینجا یک کلمه دیگه هم یاد گرفتیم، اون به معنای و. خب من اینجا معلوم کنم چون کلمه جدیدی بود که شما الان یاد گرفتیم. وی از این احمد، اون سارا. ما احمد و سارا هستیم. اینها رو تکرار کنیم. برای اینکه تمرین بشه برای شما، من چند تا جمله دیگه هم اینجا به فارسی می‌نویسم. شما میتونید که اینا رو کامنت کنیم برای من که اینا رو میتونید تبدیل کنیم یا نه.
او او محمود یا او محمد است. توها شاگرد هستید. توها، اینو ما قصداً توها می نویسیم، در واقع همون که از مخاطبین ما هستن که تعدادشون زیاد باشه، اما شما هست چون غیر رسمی هست توها ما معنا میکنیم. توها شاگرد هستین یا شماها شاگرد هستین. آنان در هرات هستند. هرات شهری در افغانستان. آنان در هرات هستند. اینا رو شما کامنت کنیم و تا من اینها بررسی میکنم بدونید که شما یا این درس رو خوب یاد گرفتین یا اینکه خیر. این بود درس دوم ما و شما. تا برنامه دیگر، بدرود.